سلام، خوش آمدین به دنیای روی صورتی. من امروز قراره که با هم یک کلمه خاص آشنا بشیم که میگم معجزه پوست بالغه. اسمش هست هایدرا لیفت از برند ایرانی آردن. یالا بهتر دستش هایدرا لیفت کلمه است. حالا اینجا خودش یه سری توضیحات داده که این کرم خیلی خوشگله با حال بسته بندیش، که این برای بالای 40 ساله، آبستن قوی و واسه کلاژن سازیه. اول همین بسته بندیش که لوکس و خوبی داره. درشو باز میکنه، از این چیزا داره. بوش خیلی خوبه، بوشو خیلی دوست دارم، ملایمه و اینکه بافتشم خودتون دیگه بافتش نگاه کنی چقدر سبک و نرمه و خیلی سریع جذب پوست میشه. انگار یه لیوان احساس که بعد از چند دقیقه میره انگار پوست یه لیوان آب خورده باشه. لطافتش هم دقیقا مثل پوست بعد از اسپاست هستش. ولی چیزی که منو شگفت زده کرد حس لیفتشه. خیلی ظریفه، اما وقتی به پوست دست میزنی حس میکنی یه کوچولو سفت‌تر شده. همین حس باعث میشه پوست شادابتر و روشن‌تر به نظر بیاد. و این که با هر روز صبح بزنیش، این مدت هر روز صبح بزنیش و این که همین چیزی نیست، باز کلاژن سازی هم میشه که دوباره پوست خودشو جوان کنه، حس سفتی و شادابی پوست میشه. ولی این که خیلی جالب برند ایرانی هم هستش که میکردم الکی و همطوری باشه، ولی نه، واقعا جواب داد، مؤثر بود به پوست، واقعا خیلی کمک کرد. روتین پوست واسه صبح مخصوصا فقط صبح از حساب کنید خیلی خوبه. من واقعا معجزه‌شو میبینیم. شما چطور تا حالا از این استفاده کردین یا نه؟ و اگه دوست داشتین این نقد و بررسی رو خوشحال میشم چنل رو ساب کنین و کامنت بذارین و تا با هم دیگه بتونیم دنیا زیبایی و آرامش رو کشف کنیم. تا ویدیو بعدی بدرخش مثل نور صبح‌های صورتی خودت.